برای وقتی که چرخش کردیم باید سردوز کنیم که این لبه کارمون ریش نشه. میزنیم پای چرخ، میاریم بالا، شروع میکنیم به چرخ کردن. طوری باید سردوز بشه که این لبو مقدار زاپاس اضافی و قیچی بشه، که بلند نباشه همره پاشون بیاد بالا، باید اقد باشه و نیم سانت، به اندازه نیم سانت میذاریم، اضافیش قیچی میکنیم. این زیر کارمونم دستمون تخت میکنیم که زیرش دوره نشه شلوار قیچی بشه، چون سردوز خیلی حساسه، تیغش اگر رفت پارچه زیرش قیچیش میکنه میره. اینجور وقتی که وازش میکنیم یه اتو دیگه تخت میذاریم روش، کارمون آماده است. داخلش نشون بدین. داخلش داخل شلوار مشخصه که کوتاه شده، ولی از طریق روش اصلا معلوم نیست که این برش خورده، دوخت شده، چون تخت میشه.